سلام به همه بینندای عزیز، مسافرین خیرین. اینمی ساحه دان خزینه یک سربالای خطرناک بود که موترها به اینجا به سختی بال میشد، حتی کمازا به راحتی از اینجا بالش نمی نیست. بسیار به مشکلات که بار را از کونی کماز طرف سر کماز بود. بعد از او میتونست که از اینجا حرکت کنه به طرف بالا. دیگه این یک روز اینجا بیل کار کرده، این روز دومه. از زبان شیخ صاحب و قبلگاه چمنشاه میشنویم از موسفیدای گورو دن سگدو از کلانا بزرگا. شیخ صاحب خوش آمدین. بسیار خوش باشی آقای رحمانزاده. دست درد نکنه برادر، خدمت کردی به این راه برادر گل. اگر تو نمو بودی کس توان یقدر خدمت را نداشتن، تو بودی که برادر سلامت باشی. خداوند برادر گل جای ها را از اردگان گرفته تا هرات و کابل را تمام کمکای برادران را جمع کردی، آوردی برادر در این راه مصرف کردی. اره خداوند همین خیرین قوما را برادر اظهار خوشی و تشکری برادر بده. اره خداوند خیرین قوما مسافرین را اجر بده که همین لطف کرد، کمک کرد. دیده در بین از سنگه ها دره ها اینی سربالاها مشکلات ها حل میشه. بله بله. این مشکلات زیاد داشت. خیلی صاحب محترم، اگر چی سرک سابقه بود دیگه که مؤسسه کار کرده بود، رفته بود این در منطقه دهنجاق یا دملکلی دان خزینه و دهنجاق یک کوتلک بودن که بسیار صعب العبور بود. به خاطر بالخصوص برادر موترای کماز که میمد بیخی اکتا سری کماز بالا میشد، خاطری که سربلکی بود. اگر که مسافرش زیاد نبود، کم بود که مقصد خیلی خراب بودن. یعنی یک روز بیل کار کنه، یعنی روز دوم استن که هم کار منه هم جغل اندازی منه تا یکی و خوب شنه. سلامت باشین. خداوند خیرین را برادرایی که زحمت کشیدن، برادرای گورو خدا خیر بده. چند روز میشه قبلگاه چمنشاه؟ آقا استاد این روز پنجم دیگه که شما کلهمی برادرای گروه هم ده نه؟ یک تعداد در اونجا کار مونه، یک تعداد هم این طرف هست. شما اینجا کار مونه دینی قسمت سربالا مشکلات حل شده نشده در نظر تو؟ حل شده تقریبا 100% حل شده مشکل. سلامت باشین. خداوند همه خیرین قوما را، کسایی که سهم گرفته، برادرایی که کار نموده، خداوند همگی را اجر بده انشالله. سرفراز دنیا و آخرت باشه.